هلو چطورین بچه ها؟ خوش اومدین به اولین ریاکت کانال به تریلر Avengers 1. اوکی دوستان، من داخل این کانال میخوام ریاکت کنم به بهترین فیلم ها و سریال هایی که تا الان اومدن به تریلرشون تا ببینیم کدوم فیلم و سریال ارزش دیدن داره، کلا ارزش وقت گذاشتن داره. حقیقتا اگه بخوام بهتون بگم، من خودم به شخصه تا الان ویدیویی از مارول ندیدم. چجوری اگه بخوام بهتون بگم، من تا الان فیلم قهرمانی ندیدم چون علاقه‌ای نداشتم. بیشتر دنبال فیلم‌های اکشن و ترسناک و اینجور چیزا بودم. ولی الان احساس میکنم که استودیوی مارول که یه استودیوی واقعا کامله و از سال 2008 و اینا فعالیتش رو به خوبی شروع کرده، یک دور داستانی خوب رو تا اونجرز 4 تموم کرده. یعنی خب به هر حال فیلم‌های خوبش اومده و گفتم چی بهتر واسه سرگرم شدن بشینم شروع کنم به نگاه کردن، ببینم که کدوم یک از فیلم‌های مارول ارزش دیدن داره. تا چند تا دوستام یکی از بهترین فیلم‌هایی که پیشنهاد دادن از دنیای مارول، فیلم Avengers 1 محصول 2012 هستش که من اینجا میخوام نمراتش رو بهتون بگم. نمره 8 IMDb گرفته، واقعا نمره بالاییه واسه یه فیلم اول قهرمانی و 91% راتن تومیتوز، محصول سال 2012. جاس ویدن هم که کارگردانش بوده. 220 میلیون دلار بودجه ساخت بوده و 1.5 میلیارد دلار باکس آفیسش بوده. 1.5 میلیارد دلار سال 2012 بفروشی واقعا رقم بالاییه. و از بازیگراش کسایی که من میشناسم، مارک روفالو رو مثلا میشناسم، تو فیلم ها بازی کرده. اسکارلت جانسون رو زیاد دیدمش. بقیه هم شاید فنای مارول بیان پشماشون بریزه که من اینا رو نمیشناسم، اما یا کم دیدم یا واقعا نمیشناسمشون. خلاصه این یکی از فیلمایی بود که بهم پیشنهاد شد از این دنیا بریم که با هم دیگه تریلرش رو ببینیم که در چه سطحیه. Let's go. نیویورک. You were made to be ruled. اوه شت. In the end, ارتش و اینجور چیزا که فکر نکنم تأثیری داشته باشه. اوه نقش منفیه فکر کنم. بله. مرسی. خوشم اومد تا اینجا. what do we do? We get ready. هولی شت، ساموئل جکسون بود. مارول استودیو. ساموئل جکسون هم پس هست تو مجموعه اونجرز. To bring together لباس کاپیتان آمریکا. people. So when we needed them, خوبه اسکارلت چه دافی شده توی مجموعه. but we never could. مرد آهنی. حتما نقش اصلی مرد آهنیه دیگه. Gentlemen, what are you prepared to do? ایول بابا، همه خوبا جمعن. Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius. راستی اونم که کریس همسرزه توی فیلم ها دیدمش. این بابا بگردم اکشنو. واو مرسی. Damn sure will avenge it. نه واقعا حرفی برای گفتن دیگه ندارم. نه واقعا حرفی ندارم. And I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. او مای گاد. مارک روفالو بازیگر نقش هالکه. هولی شت. برگام. آقا من که خوشم اومد حقیقتا. نه مثل که واقعا دنیای قهرمانی هم حرف واسه گفتن داره. یک سری صحبت ها من شنیدم که الان خراب کرده، اون رو قبول دارم. اون چیزی که شنیدم مثل که حالا به هر حال آدم عادت میکنه دیگه. شما همش یک داستان رو فرض کنید تو فیلم ها داره تکرار میشه. ولی به عنوان شروع واقعا خوشحالم که این رو دانلودش کردم. همین امشب میشینم به نگاه کردن. امیدوارم ارزش دیدن داشته باشه. تو تریلر که مشخص بود ارزش دیدن داره.
در حال امیدوارم که شما به من پیشنهاد بدین که چه فیلمایی رو بشینم نگاه کنم از دنیای ابرقهرمانی فعلا، نه از دنیای ترسناک و اکشن و اینا. حالا اونا رو هم اگه خواستین تو کامنت ها بنویسین، ولی فعلا تمرکزم رو روی فیلمای ابرقهرمانی میخوام بذارم، دنیای مارول و دی سی. و در آخر هم میخوام یه تصمیم بگیرم ببینم که کدوم دنیا واقعا ارزش دیدن داره و کدوم بهتره، چون همونجوری که میدونین هر دو تا دنیا فیلمای موفق زیاد داشتن. حالا شاید راحت بشه گفت که دنیای مارول فیلمای موفقش بیشتره، ولی خب دی سی هم به هر حال سگانه بتمن رو داره که کریستوفر نولان درست کرده دیگه. فکر نکنم گنگ تر از اون سگانه وجود داشته باشه. ولی خب به عنوان حالا تریلرش واقعا خوب بود، من برگام ریخته، نمراتم که بهتون گفتم واقعا بالا بود، فروشش هم واقعا فوق العاده بود. برم ببینم که در چه سطحیه. اوکی، مرسی که ویدیو رو تماشا کردین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما چنل رو سابسکرایب کنین که بریم سراغ خفن ترین فیلم ها و سریال های دنیا. مرسی که ویدیو رو تماشا کردین، خدا نگهدار.